چرا هند شد و ایران موند؟ کالبد شکافی نقشه راه کارآفرینی از بمبئی تا تهران. چرا هند الهام بخش است و چرا ایران درجا میزند؟ پادکست فوق برگرفته از مقاله الگوبرداری از تجارب کارآفرینی در کشور هند برای توسعه کارآفرینی در ایران، نوشته سرکار خانم نجمه اکبرزاده، فتانه بهاروند و مریم متین پور هست که این پادکست توسط این جانب حسین معین جهرومی و جناب آقای معین موحد و جناب آقای داوود قربانی به سمع شما عزیزان و بزرگواران خواهد رسید. سلام به همه. امروز میخوایم از حصار تکرار خارج بشیم. هند، کشوری که زمانی نماد فقر بود، الان به جایی رسیده که مدیران ارشد گوگل و مایکروسافت رو تامین میکنه و اکوسیستم استارتاپیش لرزه به اندام رقبای غربی میندازه. داوود جان، هند چه رازی داشت که ما نداریم؟ معین جان، راز در یک کلمه است: جوگاد. یعنی هنر به حداکثر رساندن خروجی با حداقل امکانات. هند فهمید که نباید منتظر معجزه بمونه. اونا نیاز رو به فرصت تبدیل کردن. آقا داوود اجازه بده همینجا یه پرانتز باز کنم. آقا داوود، جوگاد قشنگه اما نباید دچار رماتیسم اقتصادی بشیم. هند از دهه 90 میلادی به سمت آزادسازی اقتصاد رفت. اونا فهمیدن دولت باید دستش رو از جیب کارآفرین در بیاره. در ایران ما هنوز کارآفرین رو به چشم یک قلک برای جریمه و مالیات میبینیم، نه پیشران توسعه. مشکل ما فرهنگ نیست، ساختار ذی‌نفعانه که از انحصار سود میبرند. حسین نکته خوبی رو گفت. اما بیایم سراغ ریشه، آموزش. ما در ایران طرح‌هایی مثل کاراد رو داشتیم. چرا خروجی ما به جای کارآفرین شد فارغ التحصیل بیکار؟ چون ما درباره کارآفرینی حرف زدیم اما کارآفرینی رو یاد ندادیم. مدل EDII در هند روی روانشناسی کارآفرینی کار میکنه. اونا به فرد یاد میدن چطور ابهام رو مدیریت کنن. دقیقاً در ایران دانشگاه‌های ما هنوز کارمند تربیت میکنن. سیستم آموزشی ما بر اساس اطاعت و تکرار بنا شده متاسفانه، در حالی که کارآفرینی یعنی عصیان و نوآوری. ما در ایران چیزی داریم به نام تب مدرک. در هند مؤسساتی مثل IGNO آموزش رو به زبان محلی و برای حل مشکلات واقعی روستاها بردن. ما در ایران به یک روستایی مدیریت استراتژیک یاد میدیم، در حالی که اون باید زنجیره تأمین رو یاد بگیره. برسیم به بحث حساس زنان. در هند زنان ستون فقرات اقتصاد خرد هستند. حسین، چرا در ایران با وجود برتری عددی زنان در دانشگاه سهمشون در کیک اقتصاد انقدر کوچیکه؟ چون نگاه ما به اشتغال زنان نگاه تزیینی یا کمکی بوده. قوانین ما بر اساس مدل مرد نانآور نوشته شده. وقتی یک زن میخواد کسب و کار راه بندازه، برای ضمانت بانکی یا اجازه خروج یا حتی مالکیت دارایی با موانع حقوقی روبرو میشه که یک مرد هندی یا حتی ایرانی با اون مواجه نیست. درسته، اما راهکار چیه؟ هند مدل مایکروفایننس رو از بنگلادش گرفت و با مدل SEWA گومی کرد. اونا اعتبار اجتماعی رو جایگزین سند ملک کردن. یعنی اگه 10 تا زن در یک محله همدیگر رو تایید کنن، بانک بهشون وام میده؟ دقیقاً. و نرخ بازگشت این وام‌ها بالای 98%. در ایران ما به جای این کار وام‌های کلان به صنایع ورشکسته دولتی میدیم که هیچ وقت بر نمیگرده.
حسین، تو همیشه میگی دولت در ایران مانع بزرگیه. هند چطور این قول رو مهار کرد؟ هند با درد و خونریزی بوروکراسی رو جراحی کرد. اونا سیستمی به نام پنجره واحد مجوزها را انداختن. در ایران کارآفرین باید بین تامین اجتماعی، اداره مالیات، شهرداری و وزارتخانه‌ها پاسکاری بشه. هر کدوم از این نیستگاه‌ها پتانسیل فساد و امضای طلایی دارن. البته بگم خوشبختانه این پنجره واحد مجوزها هم در ایران راه اندازی شده. یه نکته مثبت رو هم بگیم. دولت هند در توزیع روستایی با بخش خصوصی شریک شد. اونا از مدل HUL استفاده کردن. شرکت‌های بزرگ خصوصی محصولات رو تولید میکنن و زنای روستایی با حمایت دولت شبکه توزیع رو میسازن. اما این کار در ایران سخته، چون دولت خودش رقیب بخش خصوصیه. وقتی شرکت‌های شبه دولتی در همه بازارها حضور دارن، اجازه رقابت به یک کارآفرین کوچک رو نمیدن. تا وقتی خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفته، این مدل هندی در نطفه خفه میشن. بحث داغی بود. حالا اگه بخوایم یک خروجی برای شنونده داشته باشیم، چه باید کرد؟ من معتقدم باید از آموزش مهارتی و ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنی تولیدی در محلات شروع کنیم. نباید منتظر اصلاح دولت بمونیم. بدون فشار اجتماعی برای شفافیت و حذف مجوزهای زائد، هر تلاشی مثل آب در هاون کوبیدنه. کارآفرین ایرانی باید مطالبه گر باشه، نه فقط سازگار. ممنون از هر دوی شما. خلاصه حرف امروز این بود: هند با قبول واقعیت‌های تلخش به سمت تغییر رفت. ما هم در ایران باید بپذیریم که مدل‌های قدیمی کار نمی‌کنند. کارآفرینی در ایران نه یک انتخاب، بلکه تنها راه بقای اقتصادیه. تا اپیزود بعدی جسور بمونید.